خدا دوست انسان میشه، پیامبر دوست انسان میشه، اولیای خدا دوست انسان میشوند تا زمانی که ما دنبال خدا و پیامبر بریم. ولی دنبال شیطان که رفتیم، نعوذ بالله من ذلک، پیرو شیطان شدیم، دیگه خدا و پیامبر دوست ما نمیشود. دوستی خدا رو میخواهی، پیروی از الله سبحانه و تعالی و پیامبرش بکن. ولی زمانی که انسان رفت دنبال شیطان، دیگه خدا دوست انسان نمیشود، محبت خدا از دلش میرود، پروردگار عالم دیگه حمایهش را نمی کند، دیگه محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دل چنین شخصی نمی آید. تو که میری دنبال شیطان، خدا و پیامبر محبتش پرواز میکنه. اختیار به خود انسان، آیا محبت الله را میخواهی؟ محبت پروردگار اعظم را میخواهی؟ محبت رسول الله را میخواهی؟ یا اینکه محبت شیطان؟ کی دوست داری؟ کی دوست تو قرار بگیره؟ آیا الله، پیامبر یا شیطان؟ خیلی مواظب باشید عزیزان من. وقتی دنبال خدا و پیامبر را ترک کردیم، محبت خدا نمی آید، محبت رسول الله نمی آید، خدا و پیامبر دوست ما نمی شود، شیطان دوست ما می شود. چقدر لذت داره خدا دوست ما بشه، پروردگار عالم قرین ما قرار بگیره، ما بزیر حمایه رب قرار بگیریم. ولی چقدر بده که انسان چنان زندگی کنه که شیطان ما را تسلط کنه و لجام خود را به دهان ما بیندازه، به هر طرف بخواه بره. چقدر بده عزیزان من. بناهن دوست داریم هم نشینان بد ما به کنار ما بیاید، پیروی شیطان. امروز کسانی که گمراه شدن، به هزار بدبختی و شقاوت گرفتار شدن، دوستان ناباب دارند. دوست ناباب پیا رود بدتر بود از ما رود، ما رود تنها همین بر جان زند، یا رود بر جان و بر ایمان زند. ای جوان، ای جوان، آیا میدانی که یا رود چقدر خطرناکه؟ تنها کاش جان انسان را نش میزد، ایمان تو را میربایه، ایمان تو را میگیره. جوان شده معتاد، به خاطر که با جوان معتاد نشسته عزیزان من. جوان شده شراب دوش، به خاطر که با افراد از خدا بیخبر نشسته. جوان شده خلاصه امروز به هزار گناه و معصیت گرفتار، به خاطر که در قرین و در کنار و در جوار چنین دوستایی نشسته. ای جوان، کنار خدا را دوست داری؟ بیا دست خود را به دستای بلاکیف خدا بگذار، دست خود را به دستان محمد بگذار و از دوستان شیطانی کنار برو، که دوست شیطانی عواقبش جهنم خدایه، جهنم پروردگار عالمه. دوست شیطانی میدانی؟ جوانانی که امروز واقعا دل ما خیلی درد داره سروران عزیز و بزرگوار. یک جوانی که روس را به شکست مواجه کرد، ای جوان دست گدایی دراز میکنه، به خاطر خدا یک چند افغانی بده که میرم من معتادم، به خاطر خدا بده. انا لله و انا الیه راجعون. کجا شد گذشته ما عزیزان من؟ شکوه ما، عزت ما رو سر از پا در آوردیم. ملت قهرمان، کجا شد قهرمانی ما؟ همه به خاطر اینه که جوان رفته در کنار جوان. کدام جوان؟ جوان از سو، جوان از خدا بی خبر، جوان زانی شراب نوش. چنین حالتی برای این جوان دسته. توصیه برای والدین گرامی دارم، اگر میخواهید فرزند شما ارجمندی شما، پسر شما فردا صلاح الدینی به جامعه تقدیم بشه، فردا امام ابو حنیفی به جامعه تقدیم بشه، باید از کنار گرگ صفتان دست جوان را بگیری و نگذاری که جوان مسلمان طعمه گرگان قرار بگیره. نگذاری که جوان مسلمان در کنار یک شراب نوش بشینه. وقتی پسر میره بیرون ساعت 10 شب به خانه میایه، باید پدر پرسان کنه پسر جان کجا بودی؟ مکاتب شروع میشه، مدارس شروع میشه، کورس‌ها در حال جریانه. باید پدر به مادر متوجه فرزند خود باشه به کدام مکتب میری، وقتی میری چگونه میری، پیش کی می نشینی، دوست تو چی کسی هست. وقتی فرزند میره در یک دوستی با یک دوست قرار میگذاره، با او همراهی میکنه، فرزند پدر پرسان کنه، برادر بزرگ پرسان کنه، مادر پرسان کنه کجا بودی. وقتی خواهر از خانه بیرون میشه،
با صد آرایش و زینت با بی‌حجابی کامل میره داخل کوچه و بازار. پدر مسلمان اینجا وظیفهش است که دست دختر خود را بگیره. دختر کجا میری و کجا روان هستی؟ با این حالت با کجا میروی؟ توصیه من برای شما ملت چنینه، اگر میخواد عزت خود را به دست بیارید، فرزندان خود را ابوبکر را بار بیارید، عمری به بار بیارید، عثمانی و خلاصه چون صحابه پیامبر به بار بیارید. امروز دنبال صلاح الدین میگردیم، امروز دنبال عمر فاروق میگردیم، امروز دنبال عثمان ذوالنورین میگردیم، امروز دنبال علی مرتضی میگردیم، امروز دنبال مصعب میگردیم، امروز دنبال بلال و عمر ابن عبدالعزیز میگردیم، در حالی که تو میتوانی چنین افراد تربیه کنی. دنبال فاطمه میگردی. خواهر، مادر، دختر خود را فاطمه تربیه بکن، دختر خود را چون عایشه تربیه بکن. ولی از آسمان عمر نمی آید، از آسمان بلال نمی آیه، از آسمان صلاح الدین نمی آیه. تو می توانی خانه خود را مدرسه کنی و متوجه فرزندان خود باشی به پیش چی کسی می نشیند. بناهن سروران عزیز بزرگوار، عواقب بد شیطان، پیروی شیطان هم نشینان بد هست.